سلام، من علیرضا علیخانی هستم، مدرس درس کامپایلر و مؤلف کتاب پوران پژوهش. امروز میخوام یکی از مباحث مهم که تو این چند سال اخیر مخصوصا مهم شده که ازش تست اومد، فقط فکر کنم پارسال که سال 96 ازش تست نیومده بود، ولی توی 95 94 ازش تست اومده بود و با اینکه بچه‌ها که خیلی خوب خونده بودن این مبحث رو مشکل داشتن تو تست زدن، بخاطر اینکه مبحثیه که واقعا خیلی حائز اهمیت نیست ولی ازش تست اومده و وقتی هم که بلد نباشیم مبحث سخت میشه، ولی خب خیلی ساده است و امروز من میخوام تو اون مبحث براتون باز کنم و تمام نکاتش رو خدمتتون عرض کنم. پارسرهای پایین به بالا یا اونایی که پارسرهای شیفت ردیوس که حالا من دیگه نمیخوام وارد خیلی جزئیات درس بشم، ولی به صورت کلی پارسر های SR میگن اصطلاحاً یا پایین به بالا به چند دسته کلی تقسیم میشن. پارسرهای تقدم، حالا من میگم تقدم نه اینکه حالا اسمش توی ترجمه یه گروهی داشته باشیم، من پارسرهای تقدم میخوام یه تقسیم بندی کلی داشته باشیم و یه سری پارسرهای دیگه هم هستن که به پارسرهای LR معروف هستن. پارسرهای تقدم به دو دسته خودشون تقسیم میشن: عملگر و ساده. پارسرهای LR هم به سه دسته کلی تقسیم میشن که دسته اولش SLR1، دسته دوم LALR1 و دسته چهارم دسته سوم CLR1. این تقسیم بندی کلی پارسرهای شیفت ردیوس یا پایین به بالا است که از این تقریبا 5 تا دسته که توی مبحث کتاب هست و این 5 تا دسته تقسیم میشن و پارسرهای SLR1، LALR1 و CLR1 جزو پارسرهای خیلی خوبی هستن و تو دنیای واقعی خیلی بیشتر از اینا استفاده میشه، ولی خب توی سرفصل تقدم عملگر و تقدم ساده هم هست و خب خیلی به این دوتا پارسر زیاد توجه نمیشه چون پارسرهای خیلی قوی نیستن، که من امروز میخوام تقدم عملگر رو براتون تشریح کنم و تمام نکاتش رو بگم و تست کنکورش هم با هم حل کنیم. خب تقدم عملگر دارای 3 تا پارامتر کلیه. یکی این که در سمت راست خودشون لاندا ندارن. 2 تا متغیر نمیتونه کنار هم بیاد. یعنی چی؟ مثلا متغیر میدونیم دیگه، غیر پایانه یا حالا هر اسمی که براش میذارید، نمیتونه مثلا 2 تا حروف بزرگ A و B کنار هم باشه. حتما اگر میخواد این الان دیگه وقتی همچین چیزی گرامری به ما بدن که این دوتا باشه دیگه تقدم عملگر نیست. حتما اگر مثلا بخوایم اینو توی تقدم عملگر باشه، حتما مثلا اگر یه A قرار میدیم یه I کوچیک و بعد B قرار بگیره، بس 2 تا متغیر نمیتونه کنار هم باشه. خب مورد سوم اینه که ما توی تقدم عملگر رابطه بین پایانه ها برامون مهمه. ما به متغیرها یا حروف بزرگ هیچ کاری نداریم و روابط بین آنها برامون مهمه که چه روابطی با هم دارن و در واقع این تقدم عملگر فقط پایانه ها رو میشناسه و به حروف بزرگ یا متغیرها کار نداره. روابطشون هم روابطی که بینشون هست یا برابریه یا کوچکتری و یا بزرگتری.
مورد بعدی که ما برای این مبحث برامون مهمه، ما باید توی زمانی که گرامر رو به ما میدن، ما که بخوایم اینو حل کنیم و گرامرش رو بیشتر بشناسیم و با پارسرش آشناشیم، اینه که ما باید یه last term و یه first term. خب این دوتا پارامتریه که توی تقدم عملگر برامون مهمه. تو first term من خیلی ساده میگم اگر first term یعنی ما با چی شروع میشه، با هر چیزی که شروع میشه. مثلا یه پایانه اومده اینجا بتا، یعنی هر چی بود اینجا به بعدش مهم نیست. اولین چیزی که اومده میشه first term توی گرامر ما. و مورد بعدی این که اگه مثلا یه متغیر اومده بعد A اومده بعدش هر چی بود، هر چی بود مهم نیست، بازم این میشه first term ما. این میشه first term ما. و یه متغیر اولش بود بعد حروف کوچیک اومده بود، مشکلی نداره. و یا به این شکل یا به این شکل. این میشه first term ما. و حالا last term برعکس اینه. اگر مثلا ما یه هر چی داشتیم، هر چی، خب آخرش یه A بود، مثلا یه پایانه بود، اون میشه لسته. اینجا هم دوباره هر چی بیاد یه A و یه مثلا حروف بزرگ. پس این تش یه متغیرم بود، بازم این last term ما. خب خیلی ساده است دیگه. من یه ریویو دوباره بکنم. پس first term میشه اولین پایانه‌ای که توی اون گرامر هست، یا اینکه یه حروف بزرگ توشه بعدش اون میاد. و تو last term هم دقیقا برعکسش دیگه، آخری اومده و اگر آخرش یه دونه متغیر بود، اینم که هر چی بود بعد آخرش این داستان بود. این میشه last term و first term که بر ما مهمه که ما اینو تو گرامر اول باید تشخیص بدیم، بعد بیایم جدولش رو ایجاد کنیم. مورد بعدی که برای ما مهمه اینه که ما جدولی که داریم داره چه سطر و ستونی. اگه مثلا این جدول ما باشه، حالا خیلی هم صاف نشد، این تعداد سطر و ستوناش چقدره؟ تعداد پایانه هامون به اضافه 1، اینجا هم تعداد پایانه هامون به اضافه 1. پس سطر و ستون جدولمون هم تعداد پایانه ها میشونه. تقدم عملگر فقط به پایانه ها کار داشت دیگه، پایانه ها براش مهم بودن یا ترمینال ها. به تعداد همونا به اضافه 1 میایم سطر و ستون جدول رو تشکیل میدیم. این یکم به خاطر اون دلار است، اون کاراکتر دلار که ابتدا و انتهای گرامر ما قرار میگیره. اون یه دونه اضافه هم برای اون سطر و ستونه که بالاخره ما میرسیدیم توی پارسم میرسیم به دلار، یعنی اکسپت شده دیگه، یعنی اونو شناخته، اون جمله مورد تایید بوده و اونو درست پارس کردیم. اون یه دونه اضافه هم برای اونه. پس تعداد پایانه هامون به اضافه 1 میشه تعداد سطر و ستون. خب ما این تعداد سطر و ستون رو متوجه شدیم. فرست ترم و لاست ترم رو متوجه شدیم چجوری از پایانه استخراج کنیم و عملگر تقدم عملگر هم پارامترهایی که داره رو مشخص شد. خب میمونه یه موضوعی که ما چجوری تشخیص بدیم دوتا پایانهایی که حالا هستن تو گرامر چجوری یک با هم برابرن، چجوری کوچکتر مساوی هن و چجوری بزرگتر. خب برای اینکه ما بگیم دو تا پایانی مثل آ برابر است با بی، دو حالت داریم. حالت اول اینه
فرض کنید توی گرامر مثلا متغیر A ما حالا به سری چیز داریم کاری نداریم بهش، A و B دقیقا کنار هم اومدن. حالا این ور اون ورش رو کار نداریم، A و B دقیقا کنار هم اومدن. اینجا A و B با هم برابر. یا یه حالت دیگه ای که پیش میاد اینه که تو گرامر که مثلا A باشه، A اومده وسطش یه دونه متغیر بزرگ اومده دوباره B اومده. این برابرش هم کار نداریم، ما با متغیر کار نداشتیم دیگه، برام مهم نبود توی تقدم عمل کرد. اینجا A و B باز هم چی هم؟ عملگرشون با هم برابری. این از برابر بودن ارزش برابریش. توی کوچکتر بودن، حالا A کوچکتر از B تو چه حالتی رخ میده؟ A کوچکتر از B. فرض کنید ما یه متغیر دوباره مثلا مثل A، درست؟ اومده A یه B بزرگ، سراتش هم کار نداره. چه زمانی A کوچکتر از B؟ زمانی که زمانی که B عضو فرست ترمای B باشد. اون موقع است که A کوچکتر از B. A با یه متغیر کنار یه متغیر بزرگ اومده و رفتیم دیدیم توی فرست ترمای B این B کوچیکم عضو اون فرست ترمای B بوده، پس A کوچکتر از B. این از کوچکتر بودن. مورد بعدی که هست، من با یه رنگ دیگه میکشم که ذره رنگی باشه تمایزشون مشخص بشه. A بزرگتر از B چه زمانی رخ میده؟ زمانیه که مثلا متغیر A مثلا یه متغیر بزرگ اومده و یه B اومده اینجا و این سرتش هم مهم نیست. اینجا هم حالا در تقریبا برعکس همینه، میشه A عضو last ترم A باشد. A بزرگتر از B زمانی است که توی اون گرامره B قبلش یه متغیر باشه که تو اون متغیر A عضو last ترم A بوده باشه. اینجا میایم توی اون جدول بین A و B علامت بزرگتری رو قرار میدیم. خب توی این پارسر این عمل شیفت، یه عمل شیفت به حساب میاد، برابری. عمل کوچکتری میگه عمل شیفت میاد، یعنی یه عمل شیفت در نظر گرفته میشه. ولی عمل بزرگتری عمل ریدیوس یا کاهشه، یعنی زمانی که دستگیر پیدا شده با آر مشخص میشه. پس اگر برابر بودن با کوچکتر بودن حتی توی یه خونه از جدولم قرار بگیره ما اینجا خطا نداریم، چون دو تا عمل شیفته و هیچ تداخلی با هم نداره. ولی هر کدوم از این برابری یا کوچکتری با بزرگتری قرار بگیرن دیگه اونجا شیفت ردیوس رخ داده و خطا داریم. نکته خیلی مهمیه که باید به اون توجه کنید. خب بهترین کار اینه که من بریم یه مثال براتون بیارم و بر اساس اون مثال یه مثال کامل رو با هم دیگه حلش کنیم. خب من یه مثال رو براتون آماده کردم اینجا، اینم باشه اینجا که ببینیم داریم چیکار میکنیم، بعد بر اساس این کمک میگیریم. خب اولین مرحله‌ای که توی این مثال انجام میدیم ما باید بیایم last term ها و first term های متغیرامون رو به دست بیاریم چون بهشون نیاز داریم. پس اولین کار به دست آوردن first term ها.
first term E first term T و first term خب تو first term چی گفته بودیم؟ من برگردم به بالا که یه یادآوری بشه. ما میخوایم first term هر اولی بود یا بود یه متغیر هرچی. خب میریم از بالا شروع میکنیم تو متغیر ای سرچ کردن، میرسیم به یه متغیر، پس یه پلاس دیدیم، پس این پلاس جزو فرست ترم های ای قرار میده. خب دیگه نداریم دیگه، میریم یه تی. خب تی خودش متغیره، پس بعد بریم پایین متغیر اون رو بریم. یه تی اومده یه استار، پس اینم جزو فرست ترم هست. دوباره F میبینیم، میریم متغیر F. خب همون اول یه پایانه هست، پرانتز باز و آیدی، درسته؟ و آیدی. دیدی خیلی ساده ما فرست ترم های ای رو نوشتیم و حالا میریم سراغ تی هم که همینطوری ساده است دیگه، اون مرحله کمتر. استاره، پرانتز باز و آیدی، باز آیدی و خود اف هم پرانتز باز و آیدی جزو فرست ترم های اف قرار میگیره. تو مرحله بعدی بریم لاست ترم هاشون. من دیگه ال میذارم که ال ای، ال تی و ال لاست ترم های ای. خب میایم اینجا میبینیم یه متغیر یه دونه پایانه قبلش، پس پلاس، برخوردیم به یه دونه تی، میریم متغیر تی رو میبینیم یه استار. ما میخوایم لاست ترم به دست بیاریم دیگه، اینجا مثل همون، ولی اینجا لاست ترم دیگه میشه پرانتز بسته و آیدی. تفاوتی که با فرست ترم توی این گرامر پیدا کرده فقط در اون. خب بریم سراغ متغیر تی استاره و البته دقت کنید توی این مثال اینطوری بود، حواستون باشه که این ما مخصوصا یه گرامری رو انتخاب کردم که این حالت توش ایجاد شده باشه که میبینید تو هر دو حالت داره میاد، چون دقیقا اون شرطی رو که گفتم و داره. و اینجا پرانتز بسته و آیدی و اف هم که پرانتز بسته و آیدی. تو مرحله اول ما لاست ترم و فرست ترم رو تشکیل میدیم. این نکته ای رو بگم، زمانی که این کاری کردیم تو مرحله بعدی بیاید ای پریم رو بنویسید، میرود به دلار ای دلار، چون که ما میخوایم شروع کنیم به یه پارسر، ابتدا و انتهاش با دلار مشخص شده که ما بدونیم که شروع کردیم و که به پایان رسیدیم. پس برای رسم جدول، برای اینکه فرست ترم رو به دست آوردید، اینو میایم به گرامر اضافه کنیم، به اول گرامر اضافه میشه. من اینجا رو نوشتم که میاد پارسر اینو میخونه، شروع میشه، یه دونه دلار میندازیم توی اون پشت قرار میگیره، بعد میاد متغیر ای رو میخونه و شروع میکنه به تجزیه و روالی که توی اون موضوع داره. اگر این بحث براتون یک کوچولو گنگه، من چون نمیخوام وارد این داستان بشم، بعد برین پارسرهای پایین به بالا روش کارش رو بخونید که چجوریه. این یکی از نیازاست، یعنی ما میخوایم شروع کنیم به تجزیه، پارسر میاد شروع کنه به تجزیه، یه دونه دلار میاد میندازه تو پشته، بعد شروع میکنه به تجزیه کردن و ما اینو تو گرامر به این صورت نمایش میدیم، ابتدا انتهاش دلار میذاریم. اگر اون مبحث هم خوب بلد نیستیم اینو بدونید، اولین متغیر میخواد شروع بشه، قبلش همونو با ای پریم مینویسی، ابتدا و انتهاش یه دونه دلار میذاری. یا به این صورت یاد بگیرید یا برید اون مبحث رو کامل به صورت مفهومی بخونید، فرقی نمیکنه برای ما توی این تقدم عمل. پس ابتدا انتهای متغیر اول رو یه دلار میذاریم و میریم برای رسم جدول.
خب ما پایانه هامون چند تاست؟ یه دونه دلار داریم، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا. پس در واقع ما 5 تا پایانه داریم با یه دونه اضافه تر که دلار 6 تا میشه. پس جدولمون رو رسم میکنیم. من اولی از پلاس شروع کنم. پلاس در پرانتز باز پرانتز بسته و آیدی. همین مطلب رو برای بالا میدیم. پلاس پرانتز باز پرانتز بسته آیدی. یه چیزی که یادم رفته بود، دلار. اینجا یک کوچولو بریم پایین تر و دلار. خب بکشیم جدولشو. من اینو ویدیو رو استاپ میکنم، جدول رو کامل کنم دوباره. من جدول رو رسم کردم که وقت ویدیو گرفته نشه بابت این. خب ما بیام شروع کنیم. اول به نظرم بیام برابری ها رو ببینیم. برابری ها چی بود؟ اونایی که کنار هم بودن و ما میخوام، یا یه متغیر وسطشون، 2 تا کنار. خب همونطور که مشاهده میکنیم تو گرامر، دلار رو دلار اون خاصیت رو دارم. پس سطر دلار، ستون دلار، ما برابری رو قرار دیگه بین پرانتز باز سطر پرانتز بسته ستون برابری رو قرار میدیم. پرانتز باز رو قرار دیگه. من چشم نمیخوره اینجا که نداریم، اینجا هم نداریم، فقط همون بود که این اتفاق براش افتاد. خب من الان میخوام بیام بین این دوتا رو ببینیم. یه دونه متغیر اومده و پلاس، یه متغیر اومده و پلاس، حالت سوم ما که ریدیوس بود. پس بین ای و پلاس میشه این مثلا. خب ما لسترمای ای رو کار داریم. لسترمای ای میشه سطر، پلاس هم میشه ستون. میریم لسترمای ای رو میبینیم چیا بودن. لسترمای ای خود پلاس استاپ پرانتز بسته و آیدی. اینجاها میریم علامت چی قرار میدیم؟ بزرگتری رو. درسته؟ خب پس این لستر ها میشن سطر پلاس با میذاریم علامت بزرگتری نقطه. میریم سطر این و ستون پلاس دوباره علامت بزرگتری. میریم پرانتز بسته و پلاس و آیدی. دلار هم که باش کار نداریم، رفتیم وارد. حالا این و فرستر های تی، این میشه سطر، این میشه ستون. یعنی اولیه سطر، دومیه ستون. حالا این میخواد 20 تا باشه، 20 تا سطر، یه ستون، یه سطر، 20 تا فرق نمیکنه. میریم فرست ترمای تی. فرست ترمای تی استار و پرانتز بسته و آیدی هست. پس توی سطر پلاس میریم توی استار علامت کوچکتری قرار میدیم، علامت کوچکتری، و توی آیدی هم علامت کوچکتری. این از این. تی هم که هیچی نداریم، میریم سراغ این. این میشه سطر، این میشه ستون. میریم میبینیم لست ترمای تی چی هست. لست ترماش استار، ستونمون همین استاره. پس علامت بزرگتری میذاریم، پرانتز باز و آیدی. حالا اینم برعکس، این میشه سطر، فرست ترمای اف میشه ستون، استار، خود پرانتز بسته، پرانتز باز و آیدی. این تا اینجا. اف هم که تنهاست میریم سراغ این. اینجا این میشه سطر، فرست ترمای این میشه چی؟ ستون. پلاس داریم، این میشه سطر، خود پلاس، فرست ترماست دیگه، این بام
میشه کوچکتری استار دیگه پرانتز باز و آیدی. اینجا هم میشه ریدیوز. لست ترمای ای میشه سطر پرانتز بسته میشه ستون. لست ترماس اینا بزرگتری پرانتز بسته بزرگتری و آیدی. تا اینجا هیچ تداخلی نداشتیم با هم، تو همه یه دونه بوده و اونا که خب یه کاری رو تا الان انجام ندادیم، اینم متغیرهای این بود. این و فرست ترم های این میشه سطر که این سطر پایینه و فرست ترم های ای چی بود؟ پلاس و استار و همه اینا بوده. پس قرار میدیم دیگه کوچکتری ضرب در بود پرانتز باز و هموارم بزرگتری لسترم هاشو لسترم ها میشن سطر. این میشه ستون تو این ستون. بازم پلاس بود استار بود پرانتز بسته بود و آیدی. خب این تا اینجای کار. ما جدول به همین راحتی بس کردیم و خونه های خالی هم که ارور حساب میان و با ای پر میکنم، یعنی اینجا خطا رو تشخیص میده و میبینیم که این گرامر تقدم عملگر هست و هیچ خطایی هم رخ نداده توی هیچ خونه، یعنی دوتا بیش نیامده، شیفت ردیوس نداریم. خب این روال کلیه که تقدم عملگر رو بهتون گفتم. حالا میخوام برم یه مثالی از مثال کنکور رو براتون حل کنم که تو سال 95 یکی از سوالات کنکور. بخونیم سوال رو ببینیم چی میگه. میگه در گرامر داده شده کدام یک از زوج پایانه های زیر از چپ به راست بیش از یک رابطه تقدم عملگر دارن. نگفته خطا رخ داده یا نه، میگه تو کدوم یکی از این دو زوجایی که اینجا آورده، یعنی مثلا بیام توی این جدول بهتر، مثلا میگه کدوم یکی، مثلا پرانتز باز و مثلا استار توی این خونهشون دو تا عملگر اومده یا نه، یا یه دونه است. اونی که دو تا کدومه؟ سوال اینو داره میگه. این دو تاست کدومه؟ اینو به من بگید. این سوال برای کنکور 95 بوده. بله کنکور 95. خب این سوال اومده و سوال ساده ای هم هست، ولی خب ما چون روی اصطلاح و سیلاروان و الیلاروان که گرامر قوی هستن و اونا سرمایه گذاری میکنیم، وقتا این از دستمون در میره و سوال خیلی ساده است. خب طبق روال ما میگیم اول فرسته اون لسته اون تشکیل میدیم. ما برای اینکه یادمون نره میگم اول اسپریمو $1 خود اس و اس دلار من تشکیل میدم. تو لست ترم و فرست ترم برای ما مهم نیستیم داستان. خب اول بریم اف اس رو به دست بیاریم. این گرامر خب به مراتب خیلی ساده تر از این گرامر است، چون دیدین که چقدر طولانیه. خاطر همین طراح هم اومده یه گرامر ساده تری رو داده برای این موضوع. خب فرست ترمی که میخوام به دست بیاریم، فرست ترم اس میشه پرانتز باز A، این فرست ترمشه. فرست ترم A رو میخوام به دست بیاریم. فرست ترم A میشه A. خب ما تو مرحله اول به S هم رفتیم دیگه، پس باید بریم متغیرهای S هم ببینیم. از حروف بزرگ داره اومده دیگه، درسته ما باش کار نداریم این هم میشه،
ولی باید بریم متغیرهای اینم ببینیم. یه پرانتز باز و دوباره ای که داریم و دیگه نمی‌نویسیم. حالا بچه‌ها یه دقیقه اشتباه نکنید. ببین من تو مرحله بالا هم توی این گرامر وقتی تی اومد استار ما باید بریم متغیرهای تی رو ببینیم. مثلا اینجا اف اومده بود رفتیم تی، ولی اینجا خودش بودش. اگر مثلا دارم میگم اینجا یه متغیر دیگه ای بود ما باید میرفتیم گرامرهای اونم میدیم. خب حالا لست ترم هاشون هم تشکیل بدیم. ls خود پرانتز باز اون شرط رو داره که گفتم تو مطالب قبل و بریم خود a هم ببینیم. البته ببخشید s هم که یه a هم داره خودش. بریم متغیرین رو ببینیم و پایانی رو بستم. این گرامر ساده است ولی یه ذره حواستون نباشه خیلی راحت تست رو از دست دادید. ولی خب من دارم تمام نکاتش رو میگم دیگه، تمام نکاتی که میتونید داشته باشید. میایم توی متغیر a و پرانتز بسته. خب فرست ترم و لست ترم رو تشکیل دادیم. تعداد پایانه هم که 1 2 تا 3 تا و به اضافه یه دونه که میشه چند؟ 4 تا. من ویدیو رو استاپ میکنم جدول رو رسم کنم. دوباره جدول رسم کردم که سرعت اون بیشتر شه. یه دونه بریم اول برابری ها. دلار با دلار که برابری داره می‌نویسیم. این سطر این ستون. میریم گرامر رو بعدی میشه این سطر پرانتز با سطر فرست ترمای آ میشه ستون. سطر فرست ترمای آ فرست ترمای آ میشه خود آ. باید علامت کوچکتری رو قرار بدیم و پرانتز باز دوباره. خب ای هم که هیچی. میایم سراغ این آ سطر ستون این با هم برابری دارن. اینم از این. حالا اس لست ترم های اس و آ. لست ترم ها سطر آ ستون. تو این ستون باید بریم کار کنیم و حالا لست ترم های اس. لست ترم های اس پرانتز بازن ای خود A و پرانتز بسته. دیگه همه رو رسم کردیم. تو خونه ای که ما تداخل داریم میبینیم پرانتز باز و A. پرانتز باز و A تو گزینه 1 قابل مشاهده است و جواب سوال گزینه 1. ببینید دقت کنید سوال نگفته. یه وقت حالا مثلا امکان داره سوال بیاد چون دنبال خطای شیفت ردیوس بشه. اینجا چون این عمل شیفت این عمل ردیوس پس خطای شیفت ردیوس رخ داده. گرامر خطا داره یعنی نمیتونه تقدم عملگر نیست. ولی تو صورت سوال بوده بیش از یک رابطه تقدم باشه. امکان داره مثلا تو یکی از گزینه ها عمل این و اینم باشه با هم. اینجا هم 2 تا عملگر دیگه توی خونه همونطوری که گفته بیش از یک تقدم عملگر قرار داشته باشه. پس دقت کنید به صورت سوال و کامل بخونید که چی میگه. درسته این خطا نیست ولی 2 تا تقدم دیگه طبق صورت سوال اگر باشه باید اونم بشه یک گزینه. نکته‌ای که داره و اینم از تقدم عملگر. تقدم عملگر خیلی ساده است. دیدین که تستش هم خیلی آسون بوده سال 95 هم که اومده. یعنی ما یه لست ترم و فرست ترم رو بلد بودیم و این نحوه چیدمان اینا رو سریع تست رو میزدیم. خیلی هم ساده است. امیدوارم که آموزش خوبی بوده باشه و بتونید ازش بهره ببرید. این آیدی تلگرام بنده است. میتونید از طریق این آیدی اگر سوالی داشتین از بنده بپرسید. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. من انشالله سعی میکنم 1-2 تا از مباحث دیگه تو همین پارسل ها رو که فکر میکنم مهمتره رو براتون آماده کنم. امیدوارم که
تو کنکور بتونید به اینجور سوالات ساده به راحتی پاسخ بدین. خدا نگهدار.